برای هر چی غم خوردم، 1000 تومن از جیبم گم شد غم خوردم، محبت الله از سینم گم شد غم نخوردم. سرمایه دوستی الله را دست دادم غم نخوردم. برای چه چیزایی اشک ریختم؟ ما از تلخی فراق الله تعالی چقدر گریه کردیم. ای که صبرت نبود از فرزند و زن، صبر چون داری ز رب ذوالمنن. بچه‌مون 2 روز از ما جدا میشه، بیتاب و بیقرار میشیم. بچه‌مو ندیدم، صداشو نشنیدم، بچه‌م کجاست؟ خاطرهای بچه مرور میشه. شده تا به حال همین قد نه بیشتر. فراق الهی، دوری الله همین قد نه بیشتر اشک ما رو در بیاره. یاد الله همین قد نه بیشتر در وجود ما بیاد. ای که صبرت نبود از فرزند و زن، صبر چون داری ز رب ذوالمنن. دوری الله چقدر برای ما آسان شده، عادی شده. دوری الله تعالی چقدر برای ما یه چیز طبیعی شده. اما صحابه دوری الله تعالی رو نمیتونستن تحمل کنن. یک ذره احساس میکردن از الله دور شدن، از خانه میزدن بیرون، آشفته، پریشان. حنظله منافق شده، حنظله منافق شده، حنظله منافق شده. چی شده حنظله؟ من تو مجلس رسول الله این کیفیت ایمانی، این عالم قرب با الله رو دارم، پشت سر این عالم برای من نیست. حس میکنم دو حال متفاوت در دو جای متفاوت. این علامت نفاقه. رسول پاک علیه السلام رو تسلی میده که بله، اون کیفیت ایمانی که تو مجلس من داری قرار نیست هر جا داشته باشی. بیقرار میشدن. بر دل سالک هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم بود. مولانا عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه جمله قشنگی میفرمودن یک عده سرمایه‌شون تو جیبشونه، اگر چیزی ازش کم بشه بیقرار میشن. یک عده سرمایه‌شون تو گاف صندوقشونه، چیزی ازش کم بشه بیقرار میشن. یک عده سرمایه‌هاشون تو بانک، اگه یکم کم بشه بیقرار میشه. اما دوستان الله تعالی سرمایه‌شون تو دلشونه، اگر یک ذره از او کم بشه بیقرار میشه. از دل من خشوع و خضوع کم شد، از دل من محبت الله کم شد، از دل من آه و فغان کم شد، از دل من اون عالم قرب کم شد. ما امروز نمیدونیم سرمایه واقعی چیه. وقتی ما رو در خلوت قبر تک و تنها گذاشتن و خشتای لحد رو روی سر ما و اون موقع گفتن حصل ما فی الصدور، در بیار محتویات دل رو بریز بیرون. اونجا میفهمم سرمایه اصلی سرمایه دل بوده و من نفهمیدم این سرمایه چقدر قیمت داشت. اونجا جاییه که هیچ چیزی به درد انسان نمیخوره مگر اون سرمایه‌ای که تو دلش داره، از قرب الله، از یک ربنا، از یک آه، از یک نفیر، از یک ناله، از یک ربنا، از یک سجده. سرمایه تو دل آورده، اون سرمایه میتونه قبر انسان رو روزه ای از روزه های جنت کنه. من ربک، من ربک. این رب رو فراموش نکرده، چون 1 متر، 1.5 متر، 2 متر فقط پایین تر آمده. اون روی همین زمین گفته سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا. حالا 2 متر زیر زمین آمده، این رب اعلا رو فراموش کرده؟ قطعا نکرده. این روی همین زمین گفته ربنا ربنا ربنا، گریه اشک فقان داشته. حالا 2 متر زیر زمین آمده، این رب رو فراموش کرده؟ قطعا نکرده. من ربک. گر نکیر آید و پرسد که بگو رب تو کیست، گویم آن کس که ربود این دل دیوانه ما. الله، عبدالقادر جیلانی چقدر زیبا. گر نکیر آید و پرسد که بگو رب تو کیست. شیخ عبدالقادر جیلانی دنبال جواب سواله. گر نکیر آید و پرسد که بگو رب تو کیست، گویم آن کس که ربود این دل دیوانه ما. از این دل دیوانه بپرس، این دل با کی سودا داشته،
این دل با کیاه فقان داشته، این دل فراق کی برای او سنگین بوده، این دل تو دنیا برای کی می تپیده، این دل برای کی تو دنیا رونقی داشته. از این دل دیوانه بپرس جواب تو میده. گر نکیر آید و پرسد که بگو رب تو کیست، گویم آن کس که ربود این دل دیوانه من. او رب منه که این دل دیوانه منو ربود و از خود کرد. کاش ما هم بتونیم این جواب رو اونجا بدیم. از دلم بپرس. ببین امروز اگر غم فراق الله تعالی، دوری الله تعالی منو پریشان کرد، این دله، این دل بیداره، این دل سرمایه است. اگر غم فراق الله تعالی آمد پریشان نشدی، بدون این دل مرده است. ماهی رو اگر از آب گرفتی بیتاب و بیقرار نشد، دریا و خشکی برای او یکی بود، بدون این ماهی مرده است. اگر دل فراق الله او رو بیتاب نکرد، دریای محبت الله با کبیر معصیت برای او فرق نکرد، بدون این دل زنگار زده، بدون این دل مرده. بترس از این دل که این دل قبر و حشر و پل صراط انسان رو ویران